درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید. هنر و رسالت هنرمند از مسئله و موضوعی است که همیشه باید در مرکز دقت قرار داشته باشد. چرا؟ چونکه هنر البته مراد هنر اصیل است و هنرمند حقیقی نیست. آفریننده زیبایی هستند، منبع زیبایی هستند و زیبایی البته به قول داستایوفسکی نویسنده بزرگ روس نجات بخش عالم است و اینچنین هنر و هنرمند معرفی‌گری ملت نیز محسوب میشود. تا کجا ما این رسالت و این مسئولیت را شناخته ایم؟ به خاطر پاسخ گرفتن و صحبت آراستن ما به استودیوی فانوس منبر اندیشه روزنامه جمهوریت استاد بسیار عزیز و گرامی و محبوب و معروف دورنده استوره پرزیدنتی هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی استاد عبیدالله رجب را دعوت نموده. خب آغاز صحبت البته از همین است که یعنی ما نخست باید بگویم که خوش آمدید استاد گرامی. تشکر. و میخوام که صحبت از همین هنر و رسالت هنرمند آغاز کنیم و به دیگر سوال نیست مراد پاسخ گرفتن از شما است. تشکر. درباره هنر و هنرمند چی باید گویم؟ هنر مفهوم بسیار وسیع است از نگاه من، علل خصوص در کسبی که من دارم. کسب ما با یک چیز دانستن، با از عهده یک چیز برآمدن با این انتها نمی‌یابد. یعنی اینجا بسیار آموزش های زیادی هست. هنر تئاتری، کسب تئاتری آمیخته بسیار هنرهای دیگر هست. یکمش که باید از ادبیات با خبر باشد پیش از همه. هنر تئاتری برای مردم ما، برای ملت ما اگر گوییم که نو است خطا می شود، اگر گوییم که قدیمه است خیلی تا اندازه قدیمه هست. یعنی که در زمانهای خیلی قدیم در بین مردم بودن آنهایی که سخن میکردند، مردم در گرد خودشان جمع میکردند با هزل و شوخی، یعنی که وعظ میگفتند. یعنی این هم هنر است، وعظگویی هم هنر است. این از قدیم این چیزا بود. ولی اصلا امروز گریم اگر هنر ما هنر اروپایی است. تئاتر یعنی که اروپایی یونانی است، پیدایشش اگر از یونان باشد و این با مرور زمان در فرانسه و ایتالیا و بعدتر در روسیه و دیگر جاها این هنر پره تشکل یافت، معین شد و ژانرهای زیادی پیدا شد و همه اینها باعثی خرسندی مردم، باعثی دلشادی مردم شد و به این بهانه یعنی که مردم تربیت یافت. اون چیزی که شما در اول گفتید همه هنر زیبایی را قبول دارد، یعنی که باید زیبا باشد. وقتی که او زیبا است یعنی که زیبا در گفتن، در صحنه بودن، یعنی از حد نگذراندن، در همون کسب و ژانری که هست باید در گرد همون چیز سبب می شود و وای میگه مسخره بازی میکنیم، خب گریه میکنیم، میخندیم. یعنی همه اینها در یک حالتی است که ما باید مردم پیش از همه حیران کنیم. مردم باید حیران شود و از این نشست و از این صحبت او یک چی بردارد که در مجموع این ما میگیم که تئاتر، خودی کلمه تئاتر تماشا است، کلمه یونانی بوده، تماشا کردن، ابراز آفریدن و کردن. یعنی این یک سبب می شود، یک طرز صحبت می شود که در گرد همین ما باید فکرامون بگیم و بعدتر این چیزها با مرور زمان تغییر یافت، مکمل شد، شکل گرفت، رژیسور پیدا شد، تماشابین پیدا شد و آمد یعنی که تئاتر تشکل یافت. همین چیز
درباره تئاتر اگر که مختصر من گفتم که درو در روز این همشه وای نگوییم چون که همین کفایه است برای بیننده ما و برای تماشابین ما. اصلا خود تئاتر وقتی که در اول پیدا شد حالی دراماتورگی با اون درجه که حاضر هست نبود، یعنی که موضوع صحبت میکردن، موضوع میگفتن که در گردی همین چیز صحبت میکنه، فرض کردن که تربیت فرزند یا که نکاحی توی عروسی و دامادی، این هنوز در دورهای پیش در ایتالیا و بعد در فرانسه. اون وقت خودی اکتورها خودشون در صحنه یعنی که بداهتا دیالوگ میساختن ولی موضوع معلوم بود. همین چیز بعد این چیز دراماتورگی پیدا کرد، با سیاست وارد شد و نازکتر و زیباتر و هدفناکتر شد، هدف پیدا کرد که صحبت ما در گردی چی باید بیاید. بله استاد، در نظر است که اصلا آمد شما را میشناسن، در نظر است که آمد شما را میشناسن و همین خیلی هم هست که شما را میشناسن همچون عبیدالله رجب یکی از هنر پیشگان بسیار محبوب و معروف، ولی وقتی که درست‌تر دقت میدیم و نظر میکنیم شما هنوز هم ناشناخته مونده اید، یعنی تمام پهلوهای جدی شما هنوز برای بینندگان، برای اخلاصمندانتون روشن نیست. و چه خاطر میبینم که من خودم شاهدی همین حادثه بودم، واقعه بودم که سال 1985 وقتی در ردکسیون دراموی ادبی دراموی تلویزیون تاجیکستان که اون وقت یگانه تلویزیون کشور محسوب میشد، درباره شما باید نمایش میکردن و یک نفر باید این سیناری رو مینوشت. تمامی کلکتیو ایجادی انا عجز خود رو در این حال دریافتم. چرا؟ چون که پیش هنری بالای شما پهلوهای گوناگون هنرتون دریافته بودن که اونها رو نیکوس کرده نمیتوانند در یک نمایش. و بعد نویسنده سیف رحیمزاده افردی رو آوردن، این سال 85 رو باز تکرار میکنم، و سیف هم با خاطر دوستی که با شما داشتن نویلوچ این وظیفه رو با عهده گرفت و هنوز به خاطر من است که نام همون نمایش نوشته او آینه ها بود. خب ولی وقتی که ما سیناری رو خوندیم و نمایش رو تماشا کردیم، خودی سیف هم اعتراف کرد، رحمان استان هم شد روان که محرر این نمایش بودن، اعتراف کردن که هنوز از 10 پهلوی جدی شما حتی 2 تایوان رو نیکوس نکردن و نتوانستن گفته. البته هنرمند نمیگنجد نه در نوشته نه در یک نمایش، ولی مراد این است که شما بعدتر آینه رو تأسیس دادید. آیا این الهام از زمان بود، منبع از زمان بود یا پیشتر از این هم در فکر شما بود؟ و باید ذکر کنم که این یگانه تئاتر مینیاتوری نمونوی است که در آسیای مرکزی یگانه بود. بله. و الحال هم همین طور است، در یگان جمهوری‌های یعنی آسیای مرکزی چنین تئاتر وجود ندارد. خب میخوام در همین باره صحبت رو دارم. تشکر. من راست گپ اون چیزی که از شما گفتید برای من نو بود که مردم مثلا بعضیا میخواستن بعضیا نمیخواستن، بعضیا میگفتن خیلی گم نیست یک اکتور از تئاتر اومد حاضر دوستی وای میکنیم، من خودی جان خلاص. من گمان که اون وقتا شاهین بایویچ زنده بودن، دیرکتور بودن. من همینا چه میدانم جوزا گفتن که درباره یک نمایش میکنیم، گفتن همون خیلی نزدیک تئوری بینید کیم چیکار کنید، گفتن ما گفتم مایلش. بعد همین چی وای شد گپ درباره اون چه نام گرفتن تئاتر نمونوی، ما اکسپریمنتال نمونوی گفتیم. همین اکسپریمنتال نمونوی این با چی است، با نظر وایش است. ما گفتیم که چی خیلی کنیم که اکسپریمنتال در تاجیکی ما یافتن نتونستیم. این خیلی فکر کردیم، خیلی گفتیم نیست در تاجیکی چی باید گیم نمیدونم، حاضر شاید که پیدا شود اگم چیز، لیکن با نظر گفت که بدیم نمونوی میکنیم. نمونوی هم یک چیز ناتکرار است، یک چیزی که کس انتظار نیست که حاضر چی میشود چی نمیشود. ما همین قبول کردیم. نمونوی مینیاتوری آینه. ولی آینه نام نداشت.
و ما فکر کردیم که چی نام مانیم. نام ها خیلی زیاد بودند، نام ها خیلی. یک گل بهاری هم مثال آورده بودیم که اول میشکفت، بعد نگاه کردیم که اونقدر به تئاتر وای ندارد. انا بعضی ها گفتن که شانه گوییم. چی شانه؟ ما گفتیم که شانه نمی شود، اونقدر خوب نیست شانه. یعنی که اون دوست آن باشد که عیب خیش خود رو برو شانه از ما مو گوید. سعدی هم ما اینا قبول نکردیم. ما گفتیم که نه، شانه در خودش غبار میگیرد و چنگ میگیرد و هر زمان گرچه که آینه هم همین چیست. بعد ما فکر کردیم شاید تأثیری همین سخن هم بود. ما از اون خصوص آینه ماندیم که آینه همه چی عکس میکند. یعنی که تئاتر هم همین خیلی است، همه چی عکس میکنه، زندگی است. همچون آینه اگر پاک شویم همه جا انجمن دیدار. آفرین. انا بعد ما اینا استاد عبدالرزاق وقتی هم صحبت کردیم قبول نکردن، گفتن که نه، آینه نمیشود. خب خیلی دیگر رو هم اومدن، نمای دیگر روشا نمیگم، از شاعرای خیلی نامدار بعضی فکرها گفتن. ما هم فکر کردیم که یکمش که وای ندارد، همین صداناکی میگن یا که زیبایی سخن و کیمچی حس کرده نمیشد. گفتیم یک چیزی باشه سبک باشد، سرمعنی باشد و در پس این فکرهای زیادی یا که دید و ذوق باشد، یک چیزی باشد که همه چیز در خود گنجاند. یعنی آینه چیزی خوبم نشان میتید، عکس میکند، گنده هم عکس میکند. مثال افتی آدم اگر داغ داشته باشد که بیند در بماند تازه میکند. بیشتر همین چیز دقتی ما را میکشید. هر چی که داغ دارد، هر چی که نمیزیبد، یعنی که اون را تازه کردن ممکن است. از بس که تئاتر ما تئاتر مینیاتور است، مینیاتور که حتما چیزای پر از شوخی و حج باشد که مردم بعد تماشا از یک خلاصه براری کند، یعنی پاک کند. از این رو بعد ما گفتیم که آینه میمانیم. نیکریوی زرکلا که بعد هم کسبی ما نامشون چی بودن بباشد که از پترسیان، ما از پترسیان بر وقتتر این نام ماندگیم. مایان آمده بود دوشنبه برآمد کردگی بود، من همراهشان در مهمانخانه صحبت داشتم. خیلی یک سراسیمه یک صحبت داشتیم، لیکن من نگفتم که ما تئاتر ما آینه نام دارد. بعد و یا پرسیان خودشان گفتن. بعد یک سال اونا هم تئاترشان شدن با نام کریوای زرکلا. کریوای زرکلا همه چیز راستم آخه وای کجله نشان می‌دهد. خیلی کاری ویا. به هر حال بعد من آینه همون وقت ما اول شده آینه تئاتر من آینه مانده به همه خاطر. در اون شب روزی که من در تلویزیون کار میکردم، صحنه‌ها می اومدن، اصلا جوابگوی طلبات شما نبود اون صحنه‌ها و ما میدیدیم که اون صحنه‌ها را شما پر را دیگر میکردید ولی نوع مؤلف‌ها میرفتن با شما، یعنی با مؤلف‌ها شهرت میبخشید، نه تنها با اون سیناریو. و از جمله یکی از این نمایش‌ها درباره همون که راهبر نمیدوند سایز فرهنگ را، بعد همونجا شما طوری که شنیدم بعد اونجا میگوید که مثلا زبینیسا مخفی و نه. و از روی شنیدم زبینیسا رستم آواتکین رو شنیدن، یعنی نرنجیدن، بسیار شاد شدن و گفتن که با اینکه من چمپیون که جهان بودم، بعد همین نمایش باز ما رو شناختن و شهرت بیشتر. درست است. تلفن ما صحبت داشتیم زیبونیسا قطعی. ما یک بار دیگر هم یک صحبت دیگری در وزارت فرهنگ داشتیم، در همون مجله بانوان یک سوال و جواب داشتیم. همونجا گفتن که گفتن شهرتی من از اون که من چمپیون که جهان بودم اونقدر نداشتم، مردم اونقدر خوب مرا نمیشناخت. بعد از اون که شما
نام من در برنامه‌تان در نمایشتان جای کردید و گرد نام من مباحثه بسیاری شد. بعد مردم من شناختن که کی از اینو که قدر نامی نمیگیرن، گفتن که اوی چه نمیشناسید که این کس اولین چمپیون که جهان کمانکش مشهوری دنیوی زیبونیسا رستم و همین کس. بعد گفتن که فامیلشون مخفی نیست. اون چیزایی که ما در صحنه میگفتیم. گفتن که آن شهرتی که من داشتم بعد از برآمد شما شهرت من 2 بار بلند شد. مردم من شناخت، یعنی که شما معرفگری من بودید. خیلی هستن بود دیگه چمپیون که هم هستن، کمانکش ها هست، با یک کس دیگه هست، لیکن باید هم هیچ کس نمیدوند. لیکن زیبونیسا رستم و خریب که همه میدونن. ما معرفی کردیم. کتابی که باید روزهای نزدیک چاپ شود، مقاله من التماس کردم که شاید شما یکم چی می نویسد. البته می نویسم. گفتن نوشتن یک چند عباره های خوبه، بعد اونجا وارد کردن که من انتظار نبودم. سخنهای خوب گفتن درباره هنر، کسبیت که در ما هستن، آنهایی که وظیفه را میگیرن ولی نمیدونن که اجرایش این کار چخیل است، از این ساحه دورن. در ما هم هست گفتن در ما هم هست، در ساحه ورزش هم این چیزا خیلی زیادن و ما میدونیم ولی چیکار میکنیم؟ لب فرو میبندیم. عیسی مومن حرام گفتگی اون هیچی نمیگیم، میگیم خیلی مرور زمان جا و کارش میابد. متاسفانه این چیز هست. من گمان میکنم که صحنه ای که اثری که اثر تئاتری اون کتاب نیست، او برای بیننده است. بیننده با یک دیدن خلاصه براری کند، بیند، فهمد. البته صحنه این ادبیات از دراماتورگی هست، اونجا موسیقی هست، اونجا رسام هست، با اونجا بغیر از این کارهایی که اکتورها میکنن او را حاضر ما اینجا شدیم به حرکت، یعنی که عملیات نداریم. در صحنه همه این با عملیات و زنده میکند، قوت میبخشد، خاراکتر میتید. اون باز فعل و اطوار قهرمان از صحبتشان و ایشون معلوم میشه که کی است. یعنی این چیزا اثر پره میگرداند. اکتور وقتی که این چیزا نمیداند و رئیسیت جرأت نمیکند، هستن اکتورهای خیلی که تجربه کلان دارن، عنوانای بلند دارن، بعضا رئیسیت خودداری میکنن، گپشون گفتن نمیتونن که من این خیلی بازی کردن در کار، این خیلی بازی کردن در کار، خیلی احترام میکنن. و این فعلی تاجیکی ما همین خیلی است، دست پیشی برمیگیرن. ببین استاد اگر همینجا شما میخیستید و مشتقتی یک تا میز به میز میگفتن میگفتید چه خیلی میشد. این قبول نیست در کسب ما که مثال رئیس ها همه چی قاعدت کرد. او باید وابسته به حالت‌های روحانی هم آدم، روحی همون آدم وابستگی دارد. وقتی که دستش میزنن، سرش میزنن، او باید ارگانیک داشته باشد، یعنی که در فعل و اطوار او چسبد، یعنی ساخته نباشد. رئیسور میگوید که همین کار میخواد کردن در کار، لیکن این طرز کردن در کار که او به شما زیبد، یعنی این در حالت ناگوار گرفتار شدن شما دستان برداشته میزنید، چون که پیاله دو طرف پریده میرود. این چیزو خود اکتورم و هم خواندگی هست که میدوند که او باید طرزی کند که این زنده باشد. اگر همه این چیز ساخته باشد و مثل تئاتر لختک باشد، هیچ چیز در کار نیست. تئاتر لختک ژانر خودش دارد، کاری ما و خودش دارد، دید و نگاهی خودش دارد. اصلا تئاتر عکس کننده زندگی است، حیات است و او را اکتور، رژیسور، دراماتورگ با کدام راه پیشنهاد میکند که از این بیننده یک خلاصه براری کند. این دیگر کار است، این کاری دیگر است. قهرمان آفریدن است. اینجا باید قهرمان آفرید. ما در یک برآمدمان گفته بودیم که متاسفانه امروز اکثریت تئاترها و اکثریت اکتورهای من، همکسبای من، آنها یک رول یا که دو رول بازی میکنن در تمام عمرشون. همون یک تاش مثلا قهرمان اساسی بشد و میشه که پلاسیتین بگوده منفی و مثبت همین بازی میکنن. لیکن آخر همه ما در زندگیمون منفی نیستیم، همه ما در زندگیمون مثبت نیستیم، آدم زنده هستیم و در صحنه هم باید وقتی که ما اگر مثبت بازی میکنیم یا منفی بازی میکنیم، همین که تو آخری عمرت همین خیلی نمیرود که آخر
پس تو خیلی ایجادکار هستی که فقط با گفته زبانی ما که شتامپ یک چیز قالبی بازی میکنید. ای بس اکتور تو دانشمند هستی، تو در اینستیتوت صنعت با اونجا قریب 10 تا 20 تا استاد دیگر در این مدت 5 سال با شما درس گفتند و فهموندن. با بغیر از این در تئاتر آمده کار میکنن، با رژیسور میگن و باز همون یک خاراکتر، یک فعل و اطواری و یک لباسی میپوشتگی مقدر که تو مشاهیات چه بالا میبندیم یا دل سکونت خجالت میکنیم، خود این خاراکتر شده نمیتواند. این خاراکتر شده نمیتواند. خاراکتر باید از نهادت، از وجودی من اکتور باید و همین چیز قطعی باید که بیننده را حیران کنی. اکتوری همین چیز است، این هنر است. اون چیزی که ما قالبی است اون میگیم این میکنن، همه میکنن. این باید گفته نمیشد. بعضی میشد که لباس جوابگو نیست. ما در همون صحبت ما گفته بودیم در اکثری ها رزونانس خوب داده است. من بسیاری ها را پرسیدم که ما مبادا با عزت نفس یکم کسی شما نرسیدیم که همین گپا گفتیم. میگن که بسیار با مورد بودم این چیز. متاسفانه یک راهی آسان پیش گرفتن اکثریت تئاترها. همین بازی میکنن، پگه با همون بازی میکنن، روز دیگه با همون بازی میکنن که این هیچ ممکن نیست. در 20 سال 30 سال پیش وقت در تئاترها، در اون تئاتر که من کلان شدم، استادای من اونجا هستند و دیگران هم هستند. در تئاتر لاهوتیا در نظر دارم هم. مثال اصلی برهانوف در برابر اون که رول لنین بازی میکرد، باز رول من فخرالدینوف بازی میکردم. یک ایگویستی، مثال یک قهرمانی مهنتی سوسیالیستی پخته و میکند چی میکند و قدی گپ زدن نمیشد، یعنی که خاراکتر میآفرید. روز دیگر فرض کردیم تروفالدین رو از اسپکتاکل خدمتگار دو خواجه بازی میکرد، مسخره بازی ایتالیایی. یعنی این چیزا بود که حیران میشدید که لنین، من فخرالدینوف و تروفالدین، این سه خاراکتری هست که اینو هیچ با یکدیگرشون مانع نیستن، نبودن. و برهانوف استادی من برای اون استادی من بگم که دانن که استادی من کی است و من کی هستم. و بسیار زیبا بازی میکردن، بسیار زیبا بازی میکردن. من فقط دو رولشون گفتم. بعد از این با اینجا با رودکی هست، باز شاهلیر هست، یعنی در هر نمایش دیگر خیلی میشدن، دیگر خیلی میشدن. و برای من افتخار میکنم از آن که استاد من اصلی برهانوف است، استاد دیگر من حاج قدر رحمت الله علیه است که استادای بزرگ صحنه بودن. مهم از همه استاد اساسی ما افیم سایش میتلمن بود که استاد اینها بود، یعنی درس میداد در صحنه، در تئاتر و بسیار چرا اینا از افیم سایش میتلمن یاد گرفتن. پیش از اون که درباره افیم سایش میتلمن صحبت کنیم، من میخواستم شما در مورد اصلی برهانوف صحبت باشید و گفتید که هر نقش رو میآفریدن و فقر داشتن و شما یک صحنه دارید جا 4 خاراکتر است، 4 نفر است، مثلا مادر است، مسافر است، کودک است، نبیره است و یعنی شما در یک لحظه چند خاراکتر میآفرید و خصوصا مثلا مرده خود برده، مثلا اووز ها حتی در جا فرق میکنن از هم و وقتی که باز اما انگوره بکنید میگیرید ترشی، هر تماشابین همون مزه ترشی همو در کامش میرسه. درست است. یعنی چون خیلی مثلا البته در از یک سپیتاکل به یک سپیتاکل آدم تیار میشه، ولی در یک لحظه ایواز شده مثلا چور اووسو یک خیلی به شما دست میشود. این صحنه خیلی ایجاد کرده شما است. هرچنده که از میون مردم بعضی خاراکترها را یافتیم. همون چیزی که حاضر گفتید شما 4 خاراکتر 5 خاراکتر است، همینا همون قهرماناشون یک قسمش خیلی گذشتن، از عالم گذشتن، ولی زنده و حیات در دهه من بود این چیزها. یک مسافر امنا گفت که کافتن نگردین، گفت میشینن که یک جا خیر خدایی میشد یا یک توی میشد اونجا میشنن، بعد که خوراک خوردن بعد صحبت میشد گرد این موضوع بیاد اون موضوع بیاد. خب بعد نامی من یکی میگیرن که من هم صحنه میگن چی وای میگه من وای کمپیر
انا همو کمپیر خالمو بود و هیچ کس نداشت. اما کودک یک بچه داشت، تمام همونم در آخری عمرش همون بچهش تولد شد. دیگر نه کودک داشت نه وای داشت. همین قطعی شوهرش همین خیلی اومده از زندگی کرد و پرتفت رفت. همین کودک به پدر کلان شد و وای شد. این است. خب در هم حولش میگه او چه مهتر داشت. بله. خیلی که با بعضی چیزها رو ما خودمون وارد میکنیم. در هم خانهش یک خانه نیم ویرانه پاکسگی بود و در روی حولی چهارمغز کلان بود که از همون حساب چهارمغز همون زنک زندگی میکرد. و اون طرف بوبی صوفی خالمراد که میگذشت نبیرش تا حاضر هست و کلان شدگی 50 سال من است. و اصلا آسیابان بود. بعد از آسیاب یا که از انبار یا وای می آورد و هم موسفیدی کلان سال بود و این خیلی چی میگن کوش پشت بود. این خیلی میانش فرامدگی بود. این خیلی وای بار میکشید و در زندگیش هم همین خیلی راه میگشت. همین دنداناش ریختگی و ببینید بعد همین زبان و این ساعتش نمیکنه. بعد هم خیلی آسونه. این شما هم میتونید کرده. همه ما نمیتونیم. همون زبانه که سوست موندید زبان باقی وای میگیره تا وای نشود، اگر ترنگ نشود، اگر گپ زدن نمیتونه. وقتی که وای که سوست کردید او در وابسته به حالت روحی همون موی سفیده. او در کدام سن و سال است. ارگانیسم که سوست شد زبان هم سوست میشه. بعد ملودی میشه یعنی دلمش کردن میدونی اون این چیزای تکنیکی است. مگر تکنیکی است. ولی وقتی که شما به همون ابراز فرو می روید خواهید و نخواهید این چیز پیدا شدن میگیره. من از خودم میگم. شاید برای دیگران این افسانه نباید، لیکن برای ما هیچ گپی نبود. و یک بار از اون میگردی به این میگردی به زنک میگردی که داد میزند که نه برو زنک نبالا گوشی بگذد یه جیون من نکلتک تفاهم میکنند. این چیزا هیچ هم نداره. من خودم از این چی کیفیت میبرم. اگر ولی تعیی مثلا انگوری ترشکل دودن خیلی ترشی را هر کدام خوردگی هستیم که خود ما هم کودکی بود. همون انگورو اگر هزانه همسایه کم رنگ میگرفت اگر برای ما پختگی بود. ما شیرینی او را نمیخوردیم. میگیم شیرین نمیشود ترش میخورد. مثلا کودک ترشی میخوره شیرینی میخوره. چیزای کنتراستی مثلا فرق کننده شیرین ترش تمچ تیز خیلی کودک نمیخورد دیگه چیز میخورد. لیکن به هر حال میچشد میبیند که میگه نه نمیشه. همون انگور میگه که سر دیوار میبریم بچه هم التماس نبرو سر دیوار مردم یکم مار کژدم. این چیز مقرری است در دهات. او زن مثل مادر او غم خودش میخورد که این بچه یکم چی میگذن. من اینو بود توبت کردنم در کار. دکتر از کجا میاد؟ کدام دکتر گپی من میگرد پیش من از رایان خسته میبیاد خانه من میبیاد که بچه فلان و زنبور خک گزد هیچ گپ نه خدا نکرده اگر مار گزد همون وای میگرد. اول کودک برای وای چی هر روز زنبور میگزد. هر روز میگزد وای زنبور. مثال دست در انگور میاندازد که انگوری پختگی باشه در درون زنبور بجاش دیگه حتما نیش میزنن یا که وای این چیزا برای ما این در حقیقت واقعی دیه است. دهه کنگرد هم قشلاقی که من زندگی میکنم اکو کنگرد یک شهری بزرگ تاریخی است. او سر میشود از طرف های درواز که سر میشود این طرفش نمیدونم در افغانستان میرسد در کجا میرسد. یک ملک کلان بود. اینجا وقتش به میر مینشست. خب این یکی از ملک‌های بزرگترینی تاجیکستان ما است کنگرد. دیگه خب با مرور زمان از بس که خودش تامین کردن نتونست از جهت اقتصادی بعد اینای مردم کوهستان مهاجر کردن بردن دشتای دنغره رو آباد کردن فرخار و ناحیه همدانیه آباد کردن. یک قسم مردمی که در چوبک میشه در حاضر در فرخار هستن یا در خود دشتای دنغره در بلیان پایان و بلیان بالو در جرتپیو خب در پوشینگ و همینجا همه مردمی کنگرد از کوهستان مهاجر کرده آوردن. سال 54 اینا مهاجر کرده آوردن. اینا در کوه بودن. ولی با مرور زمان حاضر که آبادی شده وشت است همه مردم با یک تنیم تا پا رفتن وطناشان رفتن همجا آباد کردن. خیلی حاضر همین که
آزی میگه در کانگورد آب آزی کم شد، قریب که نیست. برای چی؟ از نگاهی من چند آدم پرسیدم، اونا گفتم چرا در وقتش اینقدر چشمه ها همه جوش میزد، همه جا فراوان بود، آبی چشمه ها از یکدیگرش فرق میکرد و امروز همین چیزا نیست. خیلی گفتن که یک موسفید گفت که بچه هم گفت همون وقت کانگورد زمینش حاصل خیز بود، یعنی جو میکردن، گندم میکردن، نسک و نخود میکردن، یعنی یک اونجا جفت میکردن با گاو و اسپور جفت میکردن. بارانگری به همون باران همش فرامده دریا نمی رفت، یعنی که زمین جبیده می گرفت، چشمه ها پیدا می شد. از بس که حاضر شدگار نیست، همون علف پارساله هم تو میماند، خشک می شد، باران که بارید هم تمش می فرد دریا، یعنی که زمین همون جبیده نمی تواند، میشه درخت ها خشک شد. از همین چیز من همینقدر راضی هستم. شاید همین خیل باشد که چشمه ها خشک شدن، در دیگر جا هم همین خیل است. چشمه هم از همون آبی باران میگیرد، از آبی برف میگیرد، اگر همون که نباشد خشک میشد.